به نام خدا. من احمد علیپور هستم. درس ستایش از کتاب فارسی نهم رو تدریس میکنم. کتاب با این بیت از ثنایی شروع میشه: ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو ام راه نمایی. ملک به معنی پادشاه هست، به معنی خداوند هم هست، چون یکی از نامهای خداوند ملک العرشه. ذکر به معنی یاد، ره کوتاه شده راه، و تو هم راهنمایی، یعنی تو راهنمایم هستی. البته این یه ایهام داره و به دو صورت میتونیم بنویسیم و بخونیم. شکل اول تو هم راهنمایی که معنیش میشه تو راهنمای من هستی. شکل دوم میتونیم بین راه و نما یه فاصله بندازیم که فعلمون عوض میشه که تو هم راه نمایی، یعنی تو به من راه را نمایی، نشان دهی. معنی بیت میشه خداوندا همیشه تو را یاد میکنم، چرا که تو از هر گونه عیب، از هر گونه بدی پاک هستی و خدا و خالق جهانی و هیچ راهی رو نخواهم رفت مگر راهی که تو نشانم بدهی. مفهومش یاد خدا و پیروی از دستورات الهیه. ملک اگه به معنی پادشاه بگیریم و خدا رو برداشت کنیم یه استعاره است، چون یه جورای خدا به یک پادشاه تشبیه شده. خدا که مشبه باشه حذف شده و مشبه هم به اومده و میدونیم استعاره تشبیهیه که یکی از رکنهای اصلیش حذف شده باشه. ذکر کسی رو گفتن کنایه از به یاد اون کس بودنه. مصرع اول تلمیح به الحمدلله رب العالمین داره، آیه 1 سوره حمد. تلمیح هم یعنی این که شاعر توی شعرش به یک آیه، به یک حدیث، داستان، قصه، شعر یا یک شخصیت معروف اشاره داشته باشه. و مصرع دوم تلمیح به آیه 6 سوره حمد داره. تو 3 بار تکرار شده، راه با راهنما تناسب داره و واجرایی داریم توی حرف میم، کاف و الف. مصرع اول از 4 جمله تشکیل شده: ملکا شبه جمله و جمله اول، ذکر تو گویم جمله دوم، تو پاکی جمله سوم، خدایی جمله چهارم. ملک مناداست و الف حرف ندا و میدونیم که ندا و منادا یک شبه جمله است. توی جمله بعدی ذکر تو گویم، ذکر تو گروه اسمی مفعول، نهادش من محذوفه که به صورت شناسه اومده. ذکر هسته گروه اسمی مفعوله و تو مضاف الیه. گویم هم که مضارع اخباری میش حذف شده و شناسه هم نهاده. جمله بعدی تو پاکی، تو نهاد یا ای که به پاک چسبیده معادل فعل اسنادی هستی هست و پاک مسند میشه. همچنین توی جمله خدایی که فعل اسنادی داریم و مسند. کی که بین دوتا جمله اومده و واوی که بین پاک و خدایی اومده حرفهای ربط هستن که جملات رو به همدیگه ربط میدن. نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. نروم فعل مضارع اخباریه، به معنی نمیروم، فعل منفیه. شناسه ام نهاده، به حرف اضافه است، همان ره گروه اسمی متمم میشه. همان وابسته پیشین از نوع صفت اشاره و ره هسته گروه اسمی متمم که نقش متمم به عهده هسته است. تو هم راهنمایی. اگه تو راهنمای من هستی رو برداشت کنیم، ضمیر ام نقش مضاف الیه میگیره چون معادل راهنمای من میشه. پس ام میشه مضاف الیه
راهنما مسند میشه و یا ای که به راهنما چسبیده فعل اسنادی که حرف ربطه و جز حرف استثناء. اما اگه برداشت دوم رو داشته باشیم و راهنما رو جدا بنویسیم و با این برداشت بخونیم که تو به من راه را نمایی یا بنمایی، یکم نقشا عوض میشه. باز تو نهاد میشه، اما اینجا دیگه ضمیر ام متمم میشه. تو به من، به حرف اضافه، من متمم، و راه که اینجا خودش یک کلمه جدا میشه نقش مفعولی میگیره، در حالی که اونجا ما راهنما رو توی مسند داشتیم. اونجا فعلمون اسنادی بود، اما اینجا فعل مضارع میشه. بیتی که خوندیم از ابوالمجد مجدود ابن آدم، معروف به صنایع غزنوی، شاعر قرن ششم. مهمترین آثارش حدیقة الحقیقه، سیر العباد الی المعاد و کارنامه بلخه. صفحه 10 کتاب درس به نام خداوند جان و خرد که 7 بیت از شاهنامه بزرگ فردوسیه. به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. جان به معنی زندگی و روح است، یکی از معانی قدیمی جان روحه. خرد عقل، کزین مخفف کازینه، خود که به معنی زیرا، کاف تعلیل که معنی به دلیل، به علت، چرا که میده. بر نگذرد یعنی عبور نمی کند. اگر بخوایم معنی کنیم با نام خداوندی که خالق جان و خرد است، سخن خودم رو شروع می کنم. منظور شاهنامه است، چرا که اندیشه انسان فراتر از این دو صفت، همون جاندهی و خرد بخشی، رو برای خدا درک نمی کنه. مفهوم آغاز کارها با نام خداست. جان، خرد و اندیشه تناسب دارن. خرد و بر نگذرد قافیه است. واجارایی توی حرف دال و نون داریم. مصرع اول یک جمله است که البته فعلش حذف شده. به نام خداوند جان و خرد شروع میکنم. کلن بعد از به نام خدا همیشه این فعل شروع میکنم حذف میشه، به قرینه معنوی حذف شده. جمله دوم، اندیشه برتر از این بر نگذرد. خب توی جمله اول فعل که حذف شده به حرف اضافه است. نام خداوند جان و خرد گروه اسمی متمم نام هسته است. خداوند مضاف الیه نام، جان مضاف الیه خداوند و خرد هم مضاف الیه خداوند. پس خداوند مضاف الیه نام بود و جان و خرد جفتشون مضاف الیه خداوند. مثال دوم یکم مرتب میکنیم که بتونیم نقشهاش رو بهتر پیدا کنیم. اندیشه بیشتر از این صفتها عبور نمی کند. برنگذرد فعلشه و اندیشه نهاده. ز که مخفف یا کوتاه شده از هست حرف اضافه است و این متممه. این دیگه اینجا صفت اشاره نیست، ضمیر اشاره است چون جایگزین اسم شده. در اصل مثلا کز این صفت ها بوده، چون شاعر توی ذهنش دنبال صفت برای توصیف خدا میگرده و هر چی فکر میکنه صفتی بالاتر از جاندهی و خرددهی برای خدا پیدا نمیکنه، چرا که ذهن انسان محدوده، نه اینکه خداوند صفتی بالاتر از این نداشته باشه. به خاطر اینکه اندیشه و خرد انسان بیشتر از این نمیتونه چیزی رو درک کنه. برتر اینجا نقشش قید، لحاظ ساختاری صفت برتره، صفت برتری که در جایگاه قید قرار گرفته که اندیشه بیشتر از این صفت ها عبور نمی کند، که اندیشه بیشتر عبور نمی کند، بیشتر قیده.
که دو تا جمله رو به همدیگه ربط داده حرف ربطه. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خداوند توی مصرع اول به معنی صاحب، توی مصرع دوم به معنی خالقه. نام به معنی شهرت و اعتبار. خداوند نام، صاحب شهرت، صاحب اعتبار. جای به معنی مقام و منزلت و جایگاه. روزیده به معنی روزی رسان و رهنما مخفف یا کوتاه شده راهنما. معنیش میشه سخنم را با نام خداوندی که صاحب اعتبار و شهرت و منزلت و مقام، خدایی که رزاق و روزی رسان و راهنمای همه مخلوقاته شروع میکنم. اللحاظ معنایی ادامه بیت قبل. مفهومش همچنان آغاز کارها با نام خدا. اما سطح ادبی، تکرار خداوند و خداوند توی مصرع اول که هر دوتا رو به معنی صاحب در نظر گرفتیم و جناس تام این دوتا خداوند با خداوند پایین که به معنی خالق در نظر گرفتیم. جناس تام یعنی این که دوتا واژه املای یکسان داشته باشن اما معنی متفاوت. روزیده، روزی رسان، اشاره به آیه 37 سوره آل عمران داره که اشاره میکنه خداوند به هر کسی که بخواهد روزی و رزق میده. همچنین رهنما اشاره و تلمیح به آیه 213 سوره بقره داره که میفرمایند خداوند هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. جای و رهنمای قافیه هستن. خداوند نام یه ترکیب اضافیه، خداوند جای هم همینطور، اما خداوند روزیده رهنمای ترکیب وصفیه. خداوند موصوف، روزیده صفت بیانیه، همچنین رهنمای صفت بیانی. رهنمای صفت بیانی برای خداونده، حواسمون باشه اشتباه برای روزیده در نظر نگیریم. نام مضاف الیه خداونده توی این ترکیب اضافی و جای هم همینطور، جای مضاف الیه خداونده. خداوند کیوان و گردان سپر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. خداوند به معنی خالق، کیوان سیاره زحل، گردان به معنی چرخنده، گردنده و سپر به معنی آسمان، یه ترکیب وصفی مغلوبه. فروزنده به معنی روشن کننده، روشنی بخش. ناهید اسم سیاره زهره است و منظور از مهر خورشیده. اللحاظ معنایی همچنان ادامه بیت اوله با نام خدایی که خالق کیوان و آسمان چرخان و خدایی که روشن کننده ماه و زهره و خورشیده سخنم رو آغاز میکنم. مفهومش آغاز کارها با نام و یاد خدا. کیوان و گردان سپر و ماه و ناهید و مهر مراد نظیر دارن. خداوند کیوان یه ترکیب اضافیه، خداوند مضاف، کیوان مضاف الیه. گردان سپر یه ترکیب وصفی مغلوبه، در اصل به معنی سپهر گردان هست. ترکیب وصفی مغلوب یه ترکیب وصفیه که جای صفت و موصوف عوض شده و کسره هم ساکن شده، مثل مرد جوان که وصفی مغلوبش میشه جوان مرد. پس توی این ترکیب سپهر موصوفه و گردان صفت بیانی. فروزنده ماه یک ترکیب اضافیه، ماه مضاف الیه و فروزنده مضاف. همچنین ناهید و مهر مضاف الیه های فروزنده هستند. توی مصرع اول گردان سپر هم مضاف الیه خداونده.
خداوند کیوان، خداوند سپهر گردان. به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. بیننده به معنی چشم، بینندگان چشمها، نبینی نمیبینی. آفریننده به معنی خالق خداوند و به معنی با هست، یعنی به وسیله چشم ها نمیتونی خدا رو ببینیم. دو بیننده باز منظور دو چشم. مرنجان دو بیننده را یعنی به خودت زحمت نده، خودت اذیت نکن. معنی کلیش چرا که با چشم هات نمیتونی خدا رو ببینی، چرا که خدا جسم نیست و دیدنی نیست. مفهومش هم همین جمله است، خدا دیدنی نیست. آفریننده و بیننده قافیه‌اند، را و را ردیف. تلمیم به آیه 103 سوره انعام داره. چشمها او را در نمیابند و اوست که چشمها را در میابد. واج آرایی داریم توی حرف نون، چند بار تکرار شده. این بیت دو جمله است. جمله اول به بینندگان آفریننده را نبینی و جمله دوم مرنجان دو بیننده را. توی جمله اول نبینی فعل یا ای که چسبیده به نبین شناسه است که حکم نهاد داره، یعنی تو به بینندگان آفریننده را نبینی، پس نهادش تو یا همین شناسه ای هست. آفریننده مفعوله. چه چیزی را نمیبینی؟ آفریننده را نشانه مفعوله، به حرف اضافه است و بینندگان متمم. توی جمله دوم مرنجان فعل نهی، دو بیننده گروه اسمی مفعوله، دو وابسته پیشین از نوع صفت شمارشی و بیننده هسته. راه هم که باز نشانه مفعول. نیابد یعنی نمیابد. بدو مخفف به او هستش. برتر به معنی فراتر. نام به معنی اعتبار و شهرت و جایگاه، مقام و منزلت. اندیشه انسان ذات او را درک نمی کند، زیرا او فراتر از اعتبارها و مقامهایی است که انسان می شناسد. مفهومش ناتوانی انسان در درک ذات خداست. راه و جایگاه قافیه. راه یافتن یک کنایه است، کنایه از درک کردن و رسیدن. اینکه اندیشه میتونه راه به جایی پیدا کنه خودش تشخیصه. همچنین تلمید داره به حدیثی که میگه خداوند وصف و درک نمیشه. نیابد بدو نیز اندیشه راه یک جمله است. ساده ترش میشه اندیشه به او راه نمییابد. او برتر از نام و از جایگاه. توی جمله اول فعلمون یک فعل مرکب، راه نیابد یا راه نمییابد. به حرف اضافه است و او متمم، اندیشه نهاده و نیز قید. توی جمله دوم فعلمون محذوف، یک فعل اسنادیه، نهادش او میشه. او چگونه است؟ او برتر از نام و از جایگاه است، پس برتر مسند میشه. از حرف اضافه است، نام متممه. از حرف اضافه است و جایگاه متمم. ستودن نداند کسو را چو هست، میان بندگی را ببایدت بست. ستودن ستایش کردن، نداند نمیتواند. کاربرد دانستن به معنی توانستن در گذشته رایج بوده. چو هست آنگونه که هست، آنگونه که سزاوارشه. میان به معنی کمره و میان بستن یک کنایه است، کنایه از آماده شدن برای انجام دادن کاری. بندگی را یعنی برای بندگی و بباید به خاطر ضرورت وزنی اینجور خوانده میشه، وگرنه ببایدت هست که معنی باید میده.
معنی این بیت میشه هیچ کس نمیتواند خداوند را آنگونه که سزاوار اوست، آنگونه که شایسته است ستایش کند، اما در حد توان باید کمر را برای بندگی ببندیم. مفهومش بندگی در حد توان بنده، نه سزاواری خدا. میان بستن یک کنایه است، هست و بست قافیه و جناس اختلافی در حرف اول، واژه‌آرایی توی حرف سین و نون. ستودن نداند کس او را جمله اول، چو هست جمله دوم. اگه بخوای مرتب کنیم میشه کس او را ستودن چو هست نداند. یکم بخوایم همین جمله رو ساده تر کنیم میشه هیچ کس ستایش او را آنگونه که هست نمیتواند انجام دهد. میان بندگی را بباید بست، جمله سومه. اگه بخوایم مرتبش کنیم میشه میان بندگی را ببایدت بست. برای بندگی باید میان را ببندی. ببایدت به خاطر ضرورت وزنی این شکل تلفظ میشه، وگرنه همون ببایدت هست. توی جمله اول فعل ندانده و نهادش کسه، چون گفته بود هیچ کس ستایش او را نمیتواند. پس کس شد نهاد. چه چیزی را نمیتواند انجام دهد؟ ستایش او را. ستودن مفعول میشه و او مضاف الیه ستودن. پس او وابسته پسین از گروه اسمی مفعوله. را هم که رای فک اضافه است. چو هست یک جمله است که در جایگاه قید قرار گرفته. به اینجور جملات میگن قید معول. توی جمله دوم میان مفعوله. چه چیزی را باید ببندی؟ میانت را، کمر را. بندگی متممه، چرا که بندگی را به معنی برای بندگی هست و را حرف اضافه است که قاعدتا قبل از بندگی باید بیاد. ت شناسه است، شناسه‌ای که نقش نهاد میگیره. این یکی از ویژگی های سبکی فردوسیه. مثلا وقتی که باید بگه باید ببندی میگه ببایدت بست. اگه میخواست بگه باید ببندد مثلا میتونست بگه ببایدش بست. پس این ت مضاف الیه میان یا بندگی نیست، یک شناسه است و نقشش نهاده. و وقتی که جمله نهاد داره دیگه فعل غیر شخصی نیست، این فعل هم فعل شخصیه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. بود ها به معنی است، فعل اسنادیه. ز کوتاه شده از و که توی مصرع اول به معنی کس یا هر کسه. هر کس که دانا است قطعا توانا هم هست. معنی هر کس که دانا است تواناست، دل پیر به واسطه دانش جوان است. مفهوم دانایی مساویه با توانایی. دانا و برنا قافیه. بود و بود ردیف. پیر و برنا تضاد دارن. دانا و پیر تناسب داره و دانش و دانا هم خانواده‌ان، هم ریشه هستن از مصدر دانستن. بود 3 بار توی این بیت اومده، پس آرایه تکراره و یه ایهام در ترکیب دل پیر هست. اگه پیر رو به معنی کهنه مسن در نظر بگیریم یه ترکیب وصفی میشه، دلی که پیر و کهنه است. اگه پیر رو به معنی پیرمرد یا مثلا انسان پیر در نظر بگیریم که اون موقع اسم و ترکیب اضافی میشه، دل انسانهای پیر. توانا بود جمله اول، هر که دانا بود جمله دوم و مصرع دوم هم خودش یک جمله است که جمله سوم میشه. خب همه بودها فعل اسنادی هستن. توانا و دانا و برنا مسندن. توی جمله اول نهاد پنهانه. توی توانا بود میتونیم بگیم او، اما توی جمله بعدی هرکه نهاده. هرکه اینجا یک ضمیر مبهمه دیگه، صفت نیست، اسم مبهم حساب میشه، ترکیب وصفی هم نیست. دل پیر
گروه اسمی نهاد دل پیر به واسطه دانش برنا است. دل هسته است و پیر مضاف الیه. اگه پیر رو به معنی انسان پیر در نظر بگیریم، اگه پیر رو به معنی مسن و سال خورده در نظر بگیریم که صفت میشه و میشه صفت بیانی، دیگه مضاف الیه نمیشه. ز حرف اضافه است و دانش متمم. شعری که خوندیم از شاهنامه بود، از فردوسی بزرگ، شاعر قرن 4 و اوایل قرن 5. فردوسی سال 411 یعنی اوایل قرن 5 از دنیا میره.